أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب جهاد آیت هایی که در مسئله جهاد بود گرفتیم و چند از حدیث های در این موضوع به سمع شما رسانیدم و درس امروزه همان دوامی حدیث ها در مسئله جهاد است که امروز حدیث 1343 را به سمع شما خواهم رسانید. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1343 میگوید و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من غازیتین، یعنی که هر گروهی جنگنده، هر گروهی مجاهده که او سریتین یا هر دسته نظامی که تغزو، یعنی که جهاد میکنند، فتغنمو و تسلمو و غنیمت میارند، غنیمت میگیرند، و تسلمو و سالم بمانند، یعنی هر گروهی، هر دسته نظامی که جهاد میکند پس در آن جهادشان غنیمت میگیرند و سالم میمانند، الا کانوا قد تعجلوا ثلثی اجورهم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اونها کسانی هستند که قد تعجلوا، یعنی که پیشا پیش یافتگی هستند، ثلثی اجورهم، یعنی 2/3 اجرهایشان را، یعنی ثلثی یعنی که از 2/3 اجرهایشان را، یا که از 2/3 را اونها اجرهایشان را به دست گرفتن. ثلثی اجورهم یعنی که از 2 قسم ثوابشان را این انسان هایی که می روند جهاد میکنند و غنیمت به دست میارند و خودشان سالم میمانند، پس اینها از 2 قسم ثوابشان را به دست آوردند. و ما من غازیتین، و هر گروهی جنگنده او سریتین یا هر دسته نظامی که تخفقو، یعنی که ناکام ماندن، یعنی در جهاد ناکام شدن، و تصابو و زخمی شدن یا کشته شدن، الا تم لهم، مگر اینکه پوره همه اجر و پاداششان را در قیامت دریافت میکنند. تم لهم اجورهم یعنی پوره برای اونها اجرهایشان در روز قیامت برایشان داده میشود. پس هر گروهی که جهاد میکند در جهادشان شکست میخورند و زخمی میشوند و کشته میشوند، اون گروه پوره ثواب جهاد را در روز قیامت به دست میآورند. که در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و ما من غازیتین او سریتین تخفقو. تخفقو یعنی که کل طالب شیء لم ینله فقط اخفق، یعنی هر کسی که میخواهد یک کار را انجام بدهد، انجام داده که نتوانست، اون انسان میگه اخفق، یعنی که اخفاق شد. اخفاق یعنی ناکام شد. هر کسی که مثلا مجاهد وقتی که در جهاد میبراید مقصدش غالب گشتن شریعت و غالب گرداندن مسلمان ها بود، اگر به مقصد رسیدن نتوانست یا به دست آوردن غنیمت
و کافرها را مغلوب گرداندن بود. اگر به این مقصدش نرسید پس اون انسان یعنی که ناکام شد. این حدیث را رواه مسلمون، امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1343 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1344 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1344 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی امامه رضی الله عنه ان رجلا قال، یعنی که از ابی امامه رضی الله عنه روایت است هر آینه مرد گفت: یا رسول الله اذن لی فی السیاحتی. میگه یک مرد آمد رسول الله را گفت که ای رسول الله اجازت بده که من به سیاحت و گردش برایم، به تماشا ببرایم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت برای من این را اجازت بده. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواهشی در سوال اون برادر اون مرد جواب داد که این سیاحت امتی الجهاد فی سبیل الله عز و جل. پیغمبر گفت که سیاحت و گردش و به تماشا برآمدن امتی من جهاد در راه الله عز و جل هست. اگر میخواهی به تماشا ببرایی، میخواهی سیاحت بروی، میخواهی به گردش بروی، میخواهی توریست بروی به یک کشوره، پس به جهاد برو. گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس جهاد توریستی امتی من است، یا که به توریست برآمدن امتی من است، به تماشا برآمدن امتی من است، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی که مرد مسلمان هر لحظه حیاتش را استفاده نیک میبرد، حتی تماشایش را در راه الله انجام میدهد، نه اینکه بیهوده رفته عمر خود را با سیاحت و با گردش و با توریستی صرف بکند. نه، از هر یک لحظهش استفاده میبرد. رواه ابو داود به اسناد جید، این حدیث را ابو داود با سند جید روایت کردگی هست. این بود حدیث 1344 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1345 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1345 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است: عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت است که گفت: قفلتون یا قفلتون کغزوتین، یا القفلتو یا قفلتون کغزوتین، یعنی که قفله به مثل غزوه است. قفله یعنی چی؟ قفله یعنی که از جهاد بازگشتن. وقتی که انسان می رود در یک جا جهاد می کند و دشمن را مغلوب می گرداند، وقتی که از جهاد به طرف خانه بر می گردد، انا همین چند روز و چند وقت را که از جای جهاد کردگی به خانه برگشتن صرف می شود، این چند روزش گویا که در جهاد است. که غزوتین یعنی پاداش جهاد برای اون انسان نوشته می شود. رواه ابو داود به اسناد جید، این حدیث را ابو داود با سند جید روایت کردگی است. القفلتو الرجوع میگه. قفله معناش بازگشتن. و المرادو مقصد در این حدیث پیغمبر گفت القفلتون میگه الرجوع من الغزو بعد فراغه، یعنی بازگشتن از جهاد بعد از انجام شدن جهاد. یعنی که می رود در یک جا جهاد میکند، جهاد به انجام میرسد، وقتی که به طرف خانه بر میگردد میره میگن قفله، یعنی از جهاد بازگشتن. انه یثاب فی رجوعه بعد فراغه من الغزو، یعنی همون مجاهدی که جهاد میکند بعد از جهاد به طرف خانه بر میگردد، اون ثواب و پاداش در نامه اعمالش نوشته میشود بعد از خلاص کردن جهادش
و بعد از بازگشتن از اون مکان جهادش به طرف خانهش ثواب پاداش جهاد در نامه اعمال اون انسان نوشته می شود. این بود حدیث 1345 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1346 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1346 میگوید: و عن سائب ابن یزید رضی الله عنه قال، یعنی از سائب ابن یزید رضی الله عنه روایت است که گفت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوک تلقاه الناس، میگه زمانی که بازگشت یا که آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک، وقتی که پیغمبر از غزوه تبوک به مدینه برگشت، تلقاه الناس، پس مردم به استقبالش رفتند، مردم به استقبال پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتند. فلقیته مع الصبیان علی ثنیة الوداع، پس سائب ابن یزید میگوید که منم دیدار کردم با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه کودکان ثنیة الوداع. ثنیة الوداع نام مکان است. همراه کودکان ثنیة الوداع، یعنی که همین محله ثنیة الوداع را میگه با کودکاش من دیداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردم، با پیغمبر ملاقات کردیم، پیغمبر را صلی الله علیه و سلم را میگه دیدیم. رواه ابو داوود به اسناد صحیح به هذا اللفظ، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح به همین لفظ روایت کردگی است. و رواه البخاری قال، اما امام بخاری رحمه الله این حدیث را به این طریق روایت کرده میگوید که ذهبنا نتلقى رسول الله صلی الله علیه و سلم مع الصبیان الى ثنیة الوداع، یعنی که رفتیم دیدار کردیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم مع الصبیان الى ثنیة الوداع، یعنی همراه کودکا به ثنیة الوداع رفتیم، یعنی که با کودکا همه کسا یک جا به همین محله ثنیة الوداع رفتیم. در آنجا میگه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدار کردیم و ملاقات کردیم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از جنگ تبوک برمیگشت در همونجا میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدیم. این بود حدیث 1346 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1347 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1347 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن ابی امامه رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو امامه رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من لم یغزو، یعنی هر کسی که جهاد نکرده باشد، او یجهز غازیان، یا هر کسی که مجهز نساخته باشد مجاهد را، یعنی هر کسی که مسلح و تمامی اشیاء و آن چیزهای لازمه برای یک مجاهد را آماده نکرده باشد و یک مجاهد مجهز نساخته باشد، او یخلف غازیان فی اهله بخیرین، یا هر کسی که سرپرستی خاندان مجاهد را به نیکی انجام نداده باشد، یعنی هر انسانی که یک مجاهد می رود به جهاد پس خاندان اون احتیاج به حیات و زندگی و به روزگار که دارد اون را خوب سرپرستی نکرده باشد، اصابه الله بقارعة قبل یوم القیامت، میگه الله سبحانه و تعالی انسانی که این سه کار را یگان تاش را نکرده باشد، یکمش جهاد نکرده باشد، دویمش یک مجاهد را مجهز نساخته باشد، سیومش خانه مجاهد را سرپرستی خوب نکرده باشد، اصابه الله سبحانه و تعالی این انسان را دوچار میکند بقارعتین، به مصیبت ناگوار،
به یک مصیبتی دردآور قبل یوم القیامتی، پیش از روز قیامت. یعنی پیش از روز قیامت این انسانی که از این سه کار یک کارش کردگی نباشد، الله سبحانه و تعالی دوچار میگرداند این انسان را به یک مصیبت ناگوار. الله سبحانه و تعالی از تمام مصیبت ها ما و شما مسلمان ها و موحدین را نگه بدارد. آمین یا رب العالمین. رواه ابو داود باسناد صحیح. این حدیث را ابو داود با سند صحیح روایت کردگی هست. این بود حدیث 1347 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1348 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1348 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که جاهدوا المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند جهاد بکنید با مشرک ها، با کافر ها. گفتند شما جهاد بکنید باموالکم، یعنی با مال هایتان. جهاد با مال هم می شود، پس شما جهاد را با مال بکنید. و انفسکم، و جهاد را با نفس هایتان بکنید، یعنی با روز و روزگار و زندگیتان، روزهاتان را صرف کنید، لحظاتان را صرف کنید، بر ضد مشرکین و کفار جهاد کنید. و السنتکم، و با زبانهایتان شما همچنین جهاد بکنید با مشرکین، یعنی دعوت کنید و ابلاغ حجت بکنید و حق را برای کافرها برسانید تا اینکه اون کافران و منافقین همچنین آگاه شوند و بیدار شوند. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن جهاد فقط با نفس نیست، یعنی با جان و با تن نیست، بلکه جهاد با مال هم می شود، جهاد با زبان هم می شود. پس هر آن جهادی که وجود دارد، امکانیت ما داریم باید انجام بدیم. یعنی که جهادی با نفس با شرط و شروط است. جهادی با نفس با شرط و شروط است که شریعت برای ما شرط و شروط میگذارد، با اون شرط ما جهادی نفسانی میکنیم. اما جهادی با مال این همه وقت هست، در هر زمان ما میتونیم جهادی با مال کنیم. یعنی که ما جهادی با مال رو همیشه کرده میتونیم، مال همون رو صرف کنیم اگر توانایی مالی داشته باشیم، تا اینکه یک کافر را، یک بدین را، یک غیر مسلمان را به اسلام بیاریم. خودش همین جهاد است. مال صرف کنیم، یعنی دل اون را ملایم بکنانیم و دستش بگیریم در جای سختی باشد، شاید همین مال ما سبب شود یک کافر مسلمان شود. این خودش جهاد است. یا همچنین با زبان جهاد کردن، دعوت کردن، رساندن حق همیشه هست، همه وقت دعوت کن. فقط جهادی با نفس، جهادی با مسلحانه، این شرط و شروط است. هر کسی که جنگ میکند و میگد نامش جهاد است، ما اهل سنت و الجماعت اون را همچون جهاد قبول نمی کنیم، مگر اینکه طبق فرموده شریعت، طبق فرموده قرآن و سنت باشد. زیرا که امروز هر گروه میبرد مسلمان را میکشد، میگوید ما جهاد کردیم، میبراید اهل ایمان را میکشند، میگوید که ما جهاد کردیم و مجاهد هستیم. همه مسلمان ها را تکفیر میکنند، نه عالم ماند و نه متعلم ماند و نه کسی نماند. یعنی که هم دعوتگر و هم عالم و هم مسلمان عادی هم را تکفیر میکنند و بعد میگن ما جهاد میکنیم. این نه جهاد است نه قور و بلا، این جنگ است، خونریزی است. هر کسی که در این چنگ میزند و در این طور جنگ ها جهاد میکند، عاقبتش در روز قیامت بسیار بد و خراب خواهد گشت، زیرا که خون یک مسلمان را بدون اجازت شریعت ریزانده است. رواه ابو داود به اسناد صحیح. این حدیث را ابو داود با سند صحیح روایت کرده است که جهاد بکنید با مشرکان، با مالهایتان و با نفسهایتان و با زبانهایتان. بعد از این حدیث 1349 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی
رحمه الله در زیر حدیث 1349 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی عمرو و یقال ابو حکیم النعمان ابن مقرن رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو عمرو و بعضی ها میگن ابو حکیم نعمان ابن مقرن رضی الله عنه روایت است که گفت شهدت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. ابو عمرو یا که ابو حکیم نعمان ابن مقرن رضی الله عنه میگوید شهدت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گواه هستم و شهادتی میدهم و دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اذا لم یقاتل من اول النهار، هنگامی که یا اگر نمی جنگید در اول روز، اگر سحر جنگ شروع نمی کرد اخر القتال، این جنگیدن رو به تأخیر می انداخت، یعنی که اگر در سحر جنگ شروع نمی کرد این جنگ به تأخیر می انداخت تا که حتی تزول الشمس، تا زوال آفتاب، تا اینکه آفتاب میل کند به طرف یا تا بین آسمان و آمدن آفتاب، یعنی که تا ابیت انتظار می شد و تهب الریاح، تا اینکه بیوزد باد، تا باد وزیدن باز انتظار میشه که اگه باد بیاید و ینزل النصر و فرود آید پیروزی و نصرت الهی، تا ان همون وقت میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم انتظار میشید اگر در اول روز جنگ را جهاد را شروع نمی کرد پس انتظار این لحظات میشید، یا تا آفتاب زوال آفتاب یا تا وزیدن باد یا تا فرود آمدن پیروزی و نصرت الهی. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و قال حدیث حسن صحیح، و امام ترمذی گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1349 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1350 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1350 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تتمنوا لقاء العدو، یعنی که آرزو نکنید شما روبرو شدن با دشمن را. این حدیث را پیشتر هم گرفته بودیم که در اون حدیث پیشتر آمدگی بود، در همین حدیث هم هست واسأل الله العافیت، اما راوی حدیث نه آورده است واسأل الله العافیت، یعنی که از الله سبحانه و تعالی عافیت و تندرستی را طلب بکنید. فاذا لقیتموهم، پس هنگامی که شما ملاقات کردید با دشمن، وقتی که روبرو با دشمن شدید فاصبروا، پس شما پایداری کنید و پس شما صبر و تحمل را پیشه کنید، یعنی نگریزید بلکه صبر و تحمل کرده با دشمن بجنگید تا اینکه دشمن را مغلوب بگردانید. این حدیث پیشتر آمده بود که با تفصیل دربارش صحبت کرده بودیم. این حدیث متفق علیه است که این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردگی هست. این بود حدیث 1350 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1351 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1351 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عنه و عن جابر رضی الله عنهما، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه و همچنین از جابر رضی الله عنهما روایت است، الله از هر دویشان راضی باد، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، یعنی که حضرت ابو هریره با حضرت جابر رضی الله عنهما هر دویشان این حدیث را روایت کرده میگویند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الحرب خدعتون،
یعنی حرب جنگ خدعه هست، یعنی نیرنگ است. یعنی که جنگ ایهام العدوی خلاف ما یورید است، یعنی که فریب دادن دشمن است. دشمن فکر میکند که تو از طرف راستش میبرای میزنی، تو از طرف چپ میزنیشه، یا کار میکنی که دشمن فکر دیگر داشت و به طریق دیگر دشمن رو مغلوب میگردانی. یعنی که استراتژیای خوب رو استفاده میبری، یک راهی آن راهی را استفاده میبری که دشمن در فکر و خیالش نباشد. پس این جنگ است. جنگ همین است، یعنی جنگ خدعه هست، یعنی که استراتژیای خوب را استفاده بردن است. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود کتاب جهاد، با همین حدیث ها در مسئله جهاد به آخر رسید. اکنون در زیر کتاب جهاد باز بابهای وجود دارد که این بابها را اولین بابش باب بیان جماعت من الشهداء و یغسلون و یصلی علیهم بخلاف القتیل فی حرب الکفاری، یعنی که باب نو شروع می شود. این باب نو در مسئله بیان گروهایی که از شهیدها، یعنی در آخرت ثواب شهید رو میگیرند، اما در این دنیا یغسلون و یصلی علیهم، یعنی شسته میشوند و نماز جنازه بر اونها خوانده می شود. بخلاف القتیل فی حرب الکفاری، برخلاف کشته شده ها، شهید شده هایی که در جنگ با کافران کشته می شوند، برخلاف اون است. یعنی کسانی هستند که حکمی شهید را دارند، یعنی ثوابی شهید را می گیرند، اجر و پاداش شهید را می گیرند، اما در معرکه نمردند، در جهاد نمردند، بلکه در جایهای مردن که ثواب و اجر شهادت را در روز قیامت به دست می آورند. اینها کی هستند؟ ان شاء الله درس آینده این باب را خواهیم گرفت. پس درس امروزمون را در اینجا به پایان می رسانم. این باب را درس آینده ان شاء الله خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.